سلام بچه ها، چطوری؟ من سپنتام. خوش اومدید به اپیزود 11 پادکست لحظه. فکر کنم البته اپیزود 11 امروز دوباره پادکستمون بدون تصویره، دوباره صداه و موضوع امروز در مورد تولید محتواهای توی سوشال مدیا. مثلا توی یوتیوب این محتوا داره تولید میشه، آیا خوبه؟ آیا خوب نیست؟ چیه؟ فقط یک لحظه من این میکروفون و دوربین رو بیارم اینجا. بله. خب اول از همه سوشال مدیا ها رو ما تقسیم کنیم، چند تا معروفش رو دیگه تقسیم کنیم که همه میشناسن. یوتیوب بیشتر برای من حداقل اینطوریه که بیشتر برای یوتیوب بذارید یوتیوب. خب یوتیوب بیشتر اینطوریه که محتوای آموزشی و سرگرمی تولید میشه و یعنی محتوای سرگرمی آموزشیه، ولی نمیدونم چرا از وقتی که یوتیوب عرضه شده فیلتر شده تو ایران. آره، ولی خب مثلا یه سری محتوا هستن که مثلا محتوای زردن و توی این سوشال مدیا اشتباهی دارن کارشون رو انجام میدن. مثلا توی یوتیوب خیلی مثلا میان در مورد مثلا سرگرمی ویدیو میسازن، مثلا در مورد آموزش ویدیو میسازن، یا مثلا میان در مورد اخبار ویدیو میسازن، اخبار فوتبالی مثلا. خیلی مثلا من خودم دنبال میکنم اخبار فوتبالی رو توی یوتیوب، ولی یه سری محتوا هستن که جدیداً هم اضافه شدن، خیلی مضر شده برای جامعه. اینه که اسپید دیتینگ و اینا اینطوری شده که مثلا تا قبل از اینها شما نمیدیدید مثلا دختر بیاد بگه که پسری که این کارو نکنه مثلا کنسله و اوکی نیستش، و اینطوری خیلی بولدش کردن اینا، یعنی پسرا پرنسسن. خودش هم از همینجا از سو اسپید دیتینگ ها و اینا شروع شد که مثلا پسری که مای 500 میلیون در نیاره و فیلان، ولی خب میشه یوتیوب. پس ببینید، و یه چیزی هم هستش توی یوتیوب شما نمیتونید محتواهای چیز تولید کنی مثبت 18 و خود یوتیوب بنتون میکنه. پس توی یوتیوب ما میتونیم خیلی راحت بگردیم، ولی باید لغ خودمون رو دستمون بیاد. مثلا شما توی یوتیوب برای سرگرمی میتونی هر نوع کانتنت رو پیدا کنی، از ولاگ گرفته تا مثلا گیم پلی یا هر چیزی برای سرگرمی تو میتونی پیدا کنی و تو اخبار هم نسبی هستش. پس بریم برای بعدی، میشه اینستاگرام. خب تو اینستاگرام بیشتر توی حوزه سرگرمی داره ادامه پیدا میکنه اینستا، و مثلا ریلزا فقط به صورت سرگرمی شده جدیدن و بیشتر توی اینستا سرگرمی و مثلا انگیزشی که خیلی نصفشونن مثلا اونایی که دوره میفروشن اینا همه انگیزش، مثلا اخبار زرد همه، که مثلا میشه آموزشی هم اکثرشون زرده. در مورد اینستا هست مثلا میاد این کارو بکن میری تو اکسپلور، این کارو بکن فلان میشی، این کارو بکن داستان میشی. اینم پس یه سریاش چی میگن زرده، محتوای زرده. پس میریم برای بعدیش، میشه فروش. آیا توی اینستا جای خوب برای فروش هستش؟ بله، توی اینستا تو میتونی طوری تولید محتوا کنی که فروشگاه آنلاین شاپت مثلا به همه ساجست بشه ویدیوهاش، همه بیان ازت خرید کنن. ولی مثلا تو اگه سایت بزنی هیچ کس تو چی کار میکنی اون زیاد پیشرفت نمیکنه. ولی خب مثلا توی اینستا تو میتونی جوری تولید محتوا کنی، بری تو اکسپلور بولد بشی، یه جوری بزرگ بشی. آره، و این دوتا رو ما خواستیم اول بگیم و اینا در مورد نوع محتوا توی سوشال مدیا ها بود، نوع محتواشون بود اینا. حالا میایم برای هر کدوم دسته‌بندی میذاریم و میبینیم آیا دوست داریمش یا اصلا چیز خوبی هستش یا نه.
میام اول توی یوتیوب سرگرمی رو من 3 دسته میکنم، برای هر کدومش من 3 دسته میکنم. سرگرمی، ولاگ، مسابقه و گیم. برای ولاگ ها که خیلی اصلا سلیقه‌ایش خیلی اصلا دوست ندارم، میگم برای چی باید دارم مثلا زندگی یه نفر دیگر رو نگاه کنم و اینا. بعضی دوست دارم میگن که آره من دوست دارم ببینم اینفلوئنسر مورد علاقم یا سلبریتی مورد علاقم چیکار میکنه در طول روز، چه حرکتی میکنه و اینا. و ولاگ نمیتونه چیز بدی باشه. ببینید اینجا ما میخوایم ببینیم درسته یا نه این تولید محتواها، که به نظر من ولاگ اگر چیزی بدی نداشته باشه، مثلا گفتم بهتون هر چیزی از حدش بگذره، مثلا یک اینفلوئنسری 100 میلیون که نه 100 که مثلا سابسکرایبر داره ولی میادش میگه که مثلا سیگار بکشین، اون خیلی بده قطعا و تو هر کانتنت باشه تو هر محتوایی باشه به درد نخوره. پس میگیم ولاگ اوکیه. میگیم مثلا مسابقه ای. البته ببینید ولاگ هم خودش چند دسته است، ولاگ روزمره یا ولاگ مسابقه ای که مثلا 24 ساعتی هست که مثلا 24 ساعت با $1 اینطوری. بعدی میایم برای مسابقه ای که توی مسابقه ای یه چیزی بزرگی اومد برای یوتیوب به نام کومان. یعنی الان دیگه 507 8 الان ساب دارم فکر کنم. و کومان اومده این کانتنت مسابقه ای رو اووردش بالا، بزرگش کرد و یه جورایی الان میتونیم بگیم صاحب سبک خودشونن. خب بعدیش میشه گیم. حالا توی گیم 2 تا نوعه، یک اخبار گیمه، 2 گیم پلیه. یعنی یک میتونی بری اخبار گیم رو نگاه کنی، 2 میتونی بری گیم پلی نگاه کنی. حالا اونش دیگه با خودته. مسابقه ای به نظر من اوکیه، چون که مسابقه ها اکثرا چیزایی هم که مثلا چالشی هن و اینا و اکثرا هم مثلا بعضیش هم خیلی آموزنده است و اینا. و گیم هم که اوکی برای گیمرها خیلی خوبه. حالا ما میایم یه بخش جدید رو باز میکنیم توی اینجا ویدیو. آموزشو کاری نداریم، آموزشش که قطعا چیز خوبیه. اخبارم که هر کسی دوست داشته باشه میتونه بره نگاه کنه، چیز مورد علاقه شد. حالا ما یه چیزی که جدیداً باش روبرو شدیم دیتینگ، محتوای دیتینگ. چجوریه دیت؟ یعنی همون قرار دختر پسری. تو دیتینگ جدید اولش که شد بلایند دیت ناشناس، بعد شد اسپید دیت صورتی و اینا. همه اینا اومدش بالا و به جامعه خیلی ضررایی زد. مثلا یه دونه اکثر ببینید مثل این میمونه که بیشتره این محتوا اینجوریه که بیشتره کسایی که نگاش میکنن اکثرشون دختران و دختران چیز میکنن، الگو برداری میکنن از روی اونایی که دارن اون تو صحبت میکنن. تو اگر یه چیزی زیاد، تو مثلا اگر ویو زیادی داشته باشی قطعا تاثیرگذاری هم داره دیگه چنلت. پس دخترها اومدن ازش الگو برداری کردن که چی شد؟ الان میگن که پسرها پرنسس هم، مثلا پرنسسن، ولی خب مثلا پسرها پرنسس نیستن. مثلا چی شد که اینو گفتن؟ یه سری پسرها اومدن تو این برنامه ها، یه سری اومدن گفتن که نه مثلا برای چی، یه سریش که یه دونش که خیلی بزرگ شد این بودش که نه مثلا برای چی من برای 20 میلیون برم سر کار که مثلا خیلی چی میگم بهش ترند شده اینا. و اومدن گفتن که پسر پرنسسن و اکثرشون بعضیشون هم هستن واقعا، چون مثلا اونی که گفتش که برای 20 میلیون نمیرم سر کار و غیر از پرنسس چی میتونه باشه. ولی مثلا بعدیش میاد میگه چیزا رو بردن بالا، درخواستا رو. الان مثلا میاد میگه که نه پسر مثلا اگر ماشینش بالای 200 نباشه مثلا اوکی نیستش، یا مثلا درآمدش زیر 500 میلیون باشه، حالا اینا من مثال میزنم، اوکی نیستش. و خیلی اومد جامعه رو تحت فشار گذاشت و مخصوصا پسرها رو، چون که اکثرا
پسرها هستن که باید چیز کنن، مورد قضاوت قرار میگیرن اول. و به نظر من این جامعه که اومد مثلا بزرگترینشون هم وینی ویت واقعا ضربه بزرگ به جامعه زدش و به نظر من محتوای دیتینگ تا جایی که اگر ازش الگو برداری نکنید یا مثلا چیزی رو توش رواج ندین اوکیه. خب الان اینجا یوتیوبمون تموم شد، میریم سراغ اینستاگرام که میشه اینستاگرام میشه سرگرمی، انگیزشی، آموزشی، فروش. توی فروشش اول که توی فروش تو اگه چیز درستی بفروشی که قطعا مشکل نداره، ولی خب مثلا تو بیای تو چیز مثلا چی میگن بیای مواد بفروشی توی اینستا اصلا چیز اوکی نیستش. ولی مثلا توی آموزشی ها اینستاگرام هم بیشتر توی سبک و سیاق همین اینستا روش های اینستا و ایناست، پولدار شدن اینک بعضیش. حالا من میخوام زرداشو بهتون بگم. محتوای زرد آموزشی اینستا میشه چند دسته. 1. آموزش پولداری، آموزش پولدار شدن. 2. آموزش چی میگن طبابت. در موردشون صحبت میکنیم. 3 میشه آموزش خود اینستا، آموزش اینستا. خب حالا آموزشی اینستا میشه بزرگتریناش میشه آره دیگه 3 دسته میشه. آموزش پولدار شدن که بهشون که مثلا میان دوره بفروشم و اینا، که اونا که اکثرشون اونا که دوره میفروشن برای پولدار شدن که اکثرا چرت و پرته. چون تو اگه مثلا پولدار باشی و اینا، پولدار واقعی باشی، ثروتمند، ببخشید پولدار بودن با ثروتمند بودن فرق داره. ثروتمند باشی نمیاد مثلا دوره بفروشی و مثلا به اینکه دوره من 10 میلیون قیمتش با تخفیف 299 تومن برات، این قطعا زرده، محتوای زرده. بعدی میاد رو آموزش طبابت. چجوریه؟ یکی که مثلا رفته از تو ویکی‌پدیا یه چیزی رو خونده میاد میگه که اوکی این برای شما بده پس این کار رو انجام بدید، آب نخورید مثلا تو رشته غذایی و اینا. یا مثلا یکی میاد میگه این خوبه مثلا بدون هیچ علمی ها، میاد مثلا میگه که مثلا سیر زیاد بخورین، سیر خیلی خوبه، سیر خیلی خاصیت داره. و اینطوری میشه که مثلا بعضی هم مشکل میخورن واقعا. اگر که مثلا سنای بالاتر مثلا پدر و مادره خیلی مثلا اینطوری هم که نه این آموزشی ها رو میده در مورد طبابت، این درسته. و بعدی میشه آموزش اینستا. من چون خودم قبلا هم پیج داشتم، الان هم پیج دارم و خیلی دنبال این بودم که پیجم رو توی اکسپلور رو رشد کنه، زیاد توی این پیج چرخیدم و 99% واقعا چرته و واقعا محتوای زرده. که مثلا میگه که این ساعت پست بذار تا پستت بره اکسپلور، ببخشید این ساعت پست بذار تا یه خورده مشکل خوردم، این ساعت پست بذار تا پستت بره اکسپلور. ولی خب مثلا واقعی نیستش، برای هر پیجی جداگونه است. مثلا من خودم یه پیج جدیدن زدم و دارم طبق خود برنامه های خودم پیش میرم و همه اونا ریختم دور که این کارو بکن اون کارو بکن و میبینم که آره اگر تو یه پیجی داشته باشی و با برنامه های خودت پیش بری خیلی موفق تر از اونی میشی که با یه دونه برنامه از قبل گفته پیش بری. بعدی که میشه انگیزشی هم که دو نوعن، یه دونه انگیزشی مالی، دو انگیزشی روحی. انگیزشی روحی که اوکی هن، همشون خوبن که مثلا اوکی میکنن، ولی انگیزشی مالی میشه همون چی میگم بهش فروختن پکیج و اینا. و آخریش میشه سرگرمی اینستا که میشه ریلز های داستانی، یا مثلا چی بگم بهتون بهش یادم رفته
سرگرمی ریلز ها یعنی خورده مشکل دارم الان. آره دیگه، سرگرمیش بیشتر سرگرمی گذری، مثلا میمرها سرگرمی گذری خیلی کم سری. و همینجا تموم شد موضوعهای ما. بله موضوع ما تموم شدش و به نظرم یه تمام شده کارمون. یادتون نره منو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله بغل دکمه سابسکرایب رو بزنید، ویدیو رو لایک کنید، منو به دوستانتون معرفی کنید. و من سپنتام، اینجا ایران، خلیج فارس، و تا یه ویدیو دیگه و یه پادکست لحظه دیگه، خدافظ.